بچه کریستیانو ماسوی تو دونه سوال داشتم. سوال اولی که چطور بلاش درآمدی بازی تیم ملی فوتسال افغانستان از نزدیک نگاه کردی؟ و سوال دوم ایه که نظر به تجربه تو اینا چطور بازی کرد و احساس تو نسبت به صعود از اینا چطوره؟ در جواب سوال اول تو باید بگوییم که مگه موش آدم پس پرمشت بشه علی امی خودنشو هم شاید در جریان باشید که ما رگرشیم همزی کوبندای دایکندیه خاناخا دیل آدم بلده امی مردم میتپه از او خاطر گفتم به این بچای قوم از نزدیک توخ کنم چکک بزنم بلدهشی و در جواب سوال دوم تو باید بگوییم خانه پخش آباد طوفان کردن به خدا اینا در جام جهانی هم که بخیر صعود کرد در اونجا هم درخشش کنه انشالله. خاله میسی برای کریستیانو میگه که ما رگرشیم از دایکندی از او خاطر آمدیم. نکنه تو هم از او قچرا هستی. یا مازو سیولونی تای قلمه به رقم شی سیال دوریش هم از او دوره باباگون ما دامونجا تای پشت جوی داشته نه ای رویش سیاه ما دایکندی نیم هری اولا قواره تو فرق کنه علی دختر خاله نقل مرا پایین افتادی ما گفتم از دایکندی نیم اما اگر